دیگه بریم پیشتر ببینیم که به کجا میرسیم. در ادامه ویدیو همراه ما باشین. مطمئنا از این سرک و از جاها خاطره های زیاد داریم. ببینین و خاطراتتون تازه میسازید. جور کردن نمیتونه، فکر نکنم که جور کنن. جلبی، ماهی، کلچه و آیسکریم از اوجه یک طعم متفاوت داره. البته اینجا نه مکتب است، فکر کنم اون دیگهش ساختمان دیگهش یک مرکز آموزشی بود. این هم دوستان از مکتب نیست. چی هست؟ سلام عزیزان دل، چطور هستید؟ انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان خوبی، خوشی و آرامی سفرش شد. دوستان نهایت گرامی، این سرک که میبینین سرک است که از طرف باغ بابور یا از گذرگاه میره به طرف چهلستون کابل. یا ما هم تقریبا اگر اشتباه نکنم نزدیکای باغ رئیس یا هم جنگلک کابل هستیم یا در بین دو شاید باشیم. دیگه بریم پیشتر ببینیم که به کجا میرسیم. در ادامه ویدیو همراه ما باشین. مطمئنا از این سرک و از جاها خاطره های زیاد داریم. ببینین و خاطراتتون تازه میسازید. کدو را ببینید دوستان، کدو را زمستان است و وقت ترشی انداختن دیگه. ترشی انداختین یا بندازین. با مدرد دوستان عزیز، قسم قبلا در یک ویدیو هم گفتم یک در یک مریض هستم دیگه. اگر فالفه کردم در جریان حرف زدن مشکل با وجود آمد دیگه یا صدای ما یک ذره یک خراب است امروز، مرا ببخشین. طرف هم گلسازی و گل فروشی هست. این موتر مرسیدس هم به کرا و گل زدن هست. ایسون هم دیگه کبابا تیار است. مشتری فکر کنم نداره که نمانده سر منقل کبابا. خب به هر صورت این جنگلک از دوستان عزیز از باغ رئیس گذاشتیم. این جنگلک است، این بازار جنگلک است. این کوچه جنگلک هم از دوستان عزیز که یه طرف دیمورات خان رفته یک رایش، البته او رایش که من میشناسم. جلبی رو ببینید دوستان، از جلبی رو، جلبی پزی تیموریان، ماهی پزی تیموریان. ماهی و جلبی فقط در خود تیموریان و اصل تیموریان دوستان عزیز در قلعه نجارای است. قلعه نجارای شهر کابل است. البته دیگه به اندازه از اونجا هیچ جای مزه‌دارتر و خوبتر جور کرده نمیتونه، فکر نکنم که جور کنن. جلبی، ماهی، کلچه و آیسکریم از اونجا یک طعم متفاوت داره. اون طرف اون کوره که میبینید دوستان عزیز منطقه واصل آباد یا ویصل آباد اگر ساده بگوییم میشه به زبان عامیانه ویصل آباد میگن، چه باز واصل آباد است اصلش دیگه. در اون کوه پشت دیگه همون منطقه است دیگه، در بغل کوس، در بغل تپه طرف دوباره کدو. این کدو را فکر کنم دوستان عزیز به زبان ایرانی کدو تنبل میگن اگر اشتباه نکنم.
اما ما زبان فارسی فارسی دری البته به زبان خودمون کدو میگیم، میشد کدوی زرد. باز کدوهای دیگه کس کدوهای زرد خورترک و سبز اونا را کدوگک بگیم. اینجا موتورسایکل سازی هست. این طرف هم دوستان عزیز مرکز آموزشی و جنگلک هست اگر اشتباه نکنم، یک مرکز آموزشی میشه. البته اینجا نه مکتب است فکر کنم، اون دیگهش ساختمان دیگهش یک مرکز آموزشی بود. این هم دوستان از مکتب نیست، چی هست؟ مرکز تداوی 450 بستر معتادین جنگلک هست. مرکز تداوی معتادین جنگلک هست، 450 بستر داره. حوالش از دو تا به مکتب میمونه دوستان عزیز نگم. این صدا رو که میشنوین دوستان عزیز یک کلام موتورسیکل است که جور میکننشه. موتورسیکل سازی ها هست. اون ساختمان، این ساختمان زرد دوستان عزیز جنگلک اصلی هست. موتورسیکل سازی از دوستان عزیز و اینجا هم اگر اشتباه نکنم مرکز ساخت ساز این مسلای زباله شهری هست یا که گرامش هست نمیفهمم دیگه. مقصد تعداد زیاده اینجا موجود است، در پشت سر موجود است. اینا رو شارواله کابل در بغلای سرک به خاطر انداختن کثافات میمانند. این دوستان عزیز مرکز جنگلک است. اصلی جنگلک اینجا هست دوستان. اینجا مرکز احصایه و توزیع تذکره الکترونیکی هست که این یک سیام دیگه با مو خاطر هستن. اونو احصایه و معلومات ملی داره اینجا دوستان. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همیتون با الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ، مددگار همیتان.